روز 23 اپریل تخمیناً ساعت 2:14 در ناحیه عینی پنجکند در حدود دهه صوفیان جماعت خلیفه حسن در کنار شهر پنجکند بر اثر برخورد ماشین با یک خرعروبه صاحب عروبه ساکن 74 ساله جماعت خلیفه حسن خالمرادوف نورمراد جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. دو جوان 24 ساله ساکن جماعت استقلال ناحیه جیهون به آن گمان بر می شوند که شب 21 و 22 اپریل از زمین‌های خواجگی دهقانی یک ساکن 38 ساله شهرک دوستی در حدود جماعت استقلال 4 سر چاروای خرد شاخدار را دزدیدند. حجم ضرری رسانیده شده 2400 سامانی را تشکیل می دهد. همچنین دو ساکن 25 و 24 ساله ساکن ناحیه رودکی به آن گمان بر می شوند که روز 22 اپریل تخمیناً ساعت 14:00 از زمین‌های چراگاه در جماعت لاهور یک سر چاروای کلان را دزدیده به صاحب آن ساکن 49 ساله لاهور 23000 سامانی ضرر رسانیدند.